سلام و درود خدمت همه دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون عالی باشه. آقا این اولین ویدئوی کانال کتاب کهنه که حالا دارم خواست به عنوان حالا اولین ویدئو بیام به توضیح بدم درباره این که ما قراره توی کانال چه کارهایی انجام بدیم و اینا، چون من یه کانال یوتیوب دیگه هم دارم که درباره کشتی و اینا، این حالا کلا جداست و اینا، و دارم خواست توضیح خیلی مختصری بدم و بگم که قراره تو این کانال چه کارهایی انجام بدیم، قراره اصلا شما چه محتوایی ببینید. من خودم همیشه یکی از افسوس‌های زندگیم بوده که حالا کتاب خوندن و اینا، خیلی علاقه به کتاب دارم، همینجا که هستم یه دونه قفسه کتاب دارم و اینا، خیلی علاقه به کتاب خوندن دارم ولی کتاب نمیخونم. میدونم چی میگم. دلم میخواست حالا اینو کلا تو زندگیم جاری بکنم که هفته مثلا 5 دفعه کتاب بخونم، هفته مثلا 5 تا 20 دقیقه کتاب بخونم، نمیدونم شب 20 دقیقه کتاب بخونم و اینا. با خودم بودم چه بهتر که مثلا این کتاب خوندنم همراه با مردم باشه. تصمیم گرفتم خودم رو نشستم فکر کردم و اینا که بیام یه کانالی بزنم که داخل این کانال بیام با مردم بشینم کتاب بخونم. حالا کتابای مختلفی مثل کتابای تاریخی، کتابای تاریخ ایران، کتابای نمیدونم ژانرهای مختلف که حالا خودم موضوعاتش رو انتخاب میکنم و میام میذارم اینجا قشنگ، مثلا 2 نفر آدم، 3 نفر آدم یا هزار نفر آدم با هم از اون کتاب میخونیم و کلا لذت میبریم. دلم خواست حالا اولین ویدیو کانالمون درباره همین باشه، یه توضیح مختصری بدم که کلا هم تو کانال باشه، حالا هر کسی وارد کانال شد ببینه. ازتون میخوام که از من حمایت کنید، کامنت واسم بذارید، لایک هم کنید و منو سابسکرایب کنید. این حالا کاری که ما می‌خوایم انجام بدیم به این شکله که هفته‌ای 3 تا 4 تا ویدیو داریم، هر ویدیو حدود 20 دقیقه است. میشینیم ما هم کتابی رو می‌خونیم و درباره‌اش صحبت می‌کنیم خط به خط، حالا کتابای مختلف، کتابای تاریخی، کتابای نمیدونم هنری، کتابایی که درباره کلا تاریخ کشورمونه، چون به نظر من مهمترین میراثی که ما الان در حال حاضر تو کشورمون ایران داریم همین کتابای تاریخیه که یه جورایی اصلا کسی سراغشون نمیره، که میخوام همین کتابا رو با هم بخونیم، حالا موضوعات مختلف و اصلا بفهمیم آقا کشور ما چه تاریخی داشته و اینا. خیلی این چیزا رو نمیدونیم و بخونیم و لذت ببریم. امیدوارم که از ویدیوهایی که قراره در آینده براتون بسازم لذت ببرید. دلتون نره ما رو لایک کنید، واسمون کامنت بذارید و ما رو سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه سلامت باشید. زنده باد ایران.